شاد و خوش و خرم و در پناه الله متعال باشین و بتوانین همیشه عبادت و بندگی یگانه هستی عالم الله متعال را به جا بیاورید. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از سری مجموعه برگ‌های زرین که در این برنامه در مورد یکی از شخصیت‌های مهم تاریخ صحبت خواهیم کرد. شاید این شخصیت برای ما زیاد آشنا نباشه، چون در مورد این شخص به خاطر آن عمل و آن کارهایی که از این انسان بزرگوار سرزده از منطقه ما دور بوده زیاد از کارهایش در جریان نباشیم. اگرچه که این به این معنا نیست که ما از این شخص و کارهای این شخص آگاهی نداشته باشیم. یکی از مجاهدان، یکی از بزرگان و سروران که در قسمتی دوردست در مغرب جهان اسلام، یعنی در مغرب کشورهای اسلامی ظهور پیدا میکنه و نقش بسزایی در فتح و پیشرفت این مناطق داره. شاید ما در منطقه شرق از سران و فرماندهان بزرگ آگاهی داشته باشیم، مثل خالد ابن ولید، مثل سعد ابن ابی وقاص و آن فتوحات و پیروزی هایی که در مناطق ایران داشتن، از آن اطلاعاتی داشته باشیم. و شاید از ابو عبیده جراح هم چیزهای خونده باشیم به خاطر فتح دمشق، به خاطر فتح قدس و حتی از عمرو بن عاص. اما این شخصیت ما هم از اینها کمتر نیست، اگرچه که گفتیم از مناطقی که به مناطق فارسی زبان ارتباط داره محل فعالیت و نفوذش دورتر بوده. منطقه آفریقا، شمال آفریقا. قهرمان داستان ما کسی است که در مناطق شمال آفریقا قهرمانی ها آفرید، فتوحاتی کشف کرد، به دست آورد، اسلام را وارد آن مناطق کرد. این شخصیت کسی است به نام عقبه ابن نافع فهری. عقبه صحابه نیست، اما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد در سال اول هجرت. رسول الله صلی الله علیه و سلم را ملاقات نکرد، ولی گفتیم کسی است که در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم متولد شده بود و نقش و فعالیت این شخص در زمان عمرو بن عاص ظهور پیدا میکنه. عمرو کسی بود که به خاطر علاقه و آن ارتباط تجاری و آن ارتباطی که قبل از اسلام و بعد از اسلام با مصر، با شمال آفریقا و حتی آفریقا داشت، در کل آفریقا منظور، همیشه حضرت عمر خطاب رضی الله عنه را دعوت میکرد، تشویق میکرد به فتح مصر. به فتح مصر میفهمید که اونجا خیرات، برکت ها داره، اونجا مردمی داره که اسلام را قبول میکنن، به خاطر ارتباط و علاقه ای که به آنجا داشت. و اگر بر بگردیم به تاریخ زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، نماینده قریش وقتی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم گروهی هجرت میکنن به حبشه که در آفریقا بود، نماینده قریش، یعنی رئیس نماینده ها کی بود؟ عمرو بن عاص. این عمرو ارتباط داشت با اون مناطق و با مصر ارتباط داشت. اونجا را فتح میکنه در زمان خلافت عمر بن خطاب و والی اون منطقه خودش میشه. و عقبه نیز در این مناطق ظهور پیدا میکنه. عقبه به همراه پدرش در نبردها و جنگهایی که برای فتح مصر آغاز میشه
شرکت میکنه در جوانیش، هنوز جوانه، هنوز سرزنده و شور نشاط جوانی داره، اما به همراه پدرش برای جهاد در راه الله بیرون میره، خارج میشه و زود آن قدرت، آن نقش و فرماندهی خودش نشون میده که واقعا شایستگی فرماندهی داره. در جوانیش عمرو ابن عاص والی مصر بهش فرماندهی میده، بهش فرماندهی لشکر میده و اولین جایی که به عنوان فرماندهی لشکر مسلمان ها خودشو امتحان میکنه در منطقه معروف به نوبه است. منطقه نوبه منطقه است در جنوب آفریقا که الان بیشتر این منطقه شامل کشور سودان میشه. یعنی سودان جدید که ما اسمش میگیم کشور سودان که الان به دو کشور تقسیم شده، سودان جنوبی و خود سودان یا جنوب سودان و سودان، در تاریخ و در قدیم معروف بوده به بلاد نوبه، سرزمین نوبه. عقبه فرماندهی لشکر مسلمان ها را بر عهده میگیره برای فتح مناطق، اما موفق نمیشه. آنها چون جنگاورانی، آنها چون ورزیده هایی بودن که مرد جنگ بودن، یعنی درسته که در کفر بودن، در شرک بودن، در بت پرستی و در عقاید خودشون، اما مقاومت میکنن، ایستادگی میکنن و نمیتونه عقبه آنها را شکست بده و با قدرت وارد اسلام بشن و برمیگرده. در این نبرد دوباره به مصر برمیگرده، ولی جدارت، فرماندهی، یعنی قدرت اداره لشکر، این چیزها رو نشون میده برای بزرگان و این باعث میشه که در جای دیگه ازش استفاده بشه. بلاد نوبه البته در طول تاریخ با صلح و بدون جنگ و بدون نبرد وارد اسلام میشه و با مسلمانان صلح میکنن. شخصیت عقبه در قسمت دیگری از سرزمین آفریقا ظهور پیدا میکنه، در طرف غرب آفریقا. دوباره عمرو بن عاص به او فرماندهی لشکر میده و او را مأمور میکنه برای، در ابتدای اینی که وقتی که مصر فتح شد شروع میشه به چی؟ به این که مثلا قدرت، نفوذ و وجود رومی ها در شمال آفریقا چه اندازه است. مناطقی که سکان اصلی و کسانی که در اونجا زندگی میکنن از قوم بربر بودن، قومی که معروفن به اقوام بربر یا توارق و در اصل قوم هایی هستن به نام آمازیغ. یعنی در اصل اینها میگن آمازیغ، ولی اصطلاحی که به آنها، به این اقوام گذاشته شده، معروف شدن به بربر. اقوام بربر که ساکنین شمال آفریقا شامل قسمتی از لیبی، الجزایر، تونس و مغرب می شده در قدیم. عقبه شروع میکنه به عملیات به قول معروف استطلاعی و کشف معلومات از این مناطق که تا چه اندازه تحت نفوذ و سیطره رومی ها هستن و چقدر ارتش روم در اونجا وجود داره. چون گفتیم که این مناطق دست رومی ها بوده، دست یک ابرقدرت بوده، یک امپراتوری بزرگی بوده. او هم کارهای خودش رو انجام میده، یعنی کشف معلومات از این مناطق و متوجه میشه چه جاهایی نقطه ضعفه، چه جاهایی نقطه قدرت. عمرو در نبردی که خودش بر عهده میگیره برای فتح سرزمین آفریقا، او رو هم به عنوان یک از سران لشکر به همراه خودش میبره و موفق میشن که منطقه آفریقا، یعنی شمال کشور آفریقا را فتح کنن. حالا چرا گفتیم منطقه آفریقا؟ چون در قدیم به کشوری که الان تونسه میگفتن آفریقا. یعنی وقتی که اسمی از آفریقا در قدیم می اومد، منظور مناطقی است که الان بیشتر شامل تونسه. تونس قدیم معروف بوده به آفریقا و مرکزیت آنجا، یعنی در شمال آفریقا،
هم شهر برقه بوده، شهری معروف به برقه. و امر با عقبه، یکی از فرماندگان لشکر عقبه، موفق میشن که این مناطق را فتح بکنن و امر در اینجا عقبه را به عنوان والی و فرمانده مناطق شمال انتخاب میکنه و مسئولیت ولایت برقه را بر عهده عقبه میذاره و خودش برمیگرده به مصر. در اینجا کار و اون فعالیت عملی که عقبه بر عهده داره شروع میشه، یعنی فتح، گرفتن، کشف و وارد کردن اصل مناطق ماورا، یعنی الجزایر و مغرب و تونس این زمان به دین اسلام، به تحت حکومت اسلامی، به زیر نظر قدرت اسلامی توسط عقبه این مناطق وارد میشن. بعد از اینکه برقه به دست عقبه میفته، یعنی والیش میشه، بعد از مدتی در سرزمین خلافت اسلامی فتنه ها شروع میشه، اختلافات شروع میشه و حکومت ها عوض میشه، یعنی از خلافت اسلامی به اموی منتقل که شده بود و حکومت بعد از این در خلافت اسلامی بعد مشکلات به وجود که میاد، فتنه ها شروع میشه، عقبه خودش را از این فتنه ها دور میگیره، فتنه های داخلی وارد نمیشه و بر مصر بعد از امر کسان دیگری حاکم میشن، مثل عبدالله ابن ابی سر، محمد ابن ابی بکر، معاویه ابن حدیج. وقتی که فتنه خوابید، فتنه داخلی، و معاویه خلیفه شد، معاویه ابن ابی سفیان، بار دیگر فتوحات عقبه آغاز میشه و دوباره مسیر حرکت عقبه شروع میشه در شمال آفریقا. در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، باز میگردیم و دوباره در خدمت شما خواهیم بود. خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن اینما ما رو تعلیم میده، قرآن رو به ما میآموزه. همچنین در مورد فضیلت یعنی چیزی جواب نداد، بار دوم هم اعراض کرد، بار سوم وصال حق، گامی در راستای بیداری. آیا برای مؤمنان آن زمان نرسیده که دلهایشان برای یاد الله و آنچه از حق نازل شده نرم شود و مانند کسانی نباشند که پیشتر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طولانی گذشت و دلهایشان سخت گشت و بسیاری از آنان فاسق و بدکار بودند. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، گفتیم که عقبه خودش را از فتنه ها و از اون اختلافاتی که بعد از حضرت عثمان شروع میشه خودش رو کنار میکشه و در زمان حضرت علی و آن فتنه ها و آن جنگ های داخلی باز وارد آن فتنه ها نمیشه و وقتی که امور در کشورهای اسلامی در خلافت اسلامی مستقر میشه و معاویه به عنوان خلیفه مسلمین انتخاب میشه، باز مسیر فتح و نقش عقبه در شمال آفریقا شروع میشه. عقبه به نبرد خودش ادامه میده، فتح شهرها، مناطق، چون گفتیم والی برقه، شهر برقه بوده در کشور تونس امروزی و نبرد خودش را ادامه میده بر علیه رومی ها و کسانی که اونجا بودن، یعنی بربرهای ساکن اون مناطق، و میتونه شهرهای مهم و بزرگ و معروف آن زمان را فتح بکنه، مثل شهر قصور، جرمه، ودان، و به این صورت اسلام را به این مناطق برسونه. این ابرمدر، این شخص بزرگ، و در اونجا یک معرکه بزرگی وقتی که احساس نیرو میکنه، یعنی جنگ بزرگی با بربرها که میخواد شروع بکنه، احساس کمبود نیرو میکنه، معاویه حدود 10,000 نفر نیروی تازه نفس براش میفرسته تا قدرت بگیره. میفهمه دیگه که در حال فتح، در حال و
این هم احساس شده بود که بعد از مدت‌ها، بعد از اینکه فتنه‌ها شروع شده بود، فتنه‌های داخلی، باز یک فتح اسلامی، باز گشایشی در فتوحات اسلامی و رساندن دین اسلام به اقوام دیگه شروع شده، باعث شد که معاویه نیروی تازه نفس براش بفرسته و این نیرو رو میفرسته و با این نیروی تازه نفس روحیه میگیرن، قدرت خودشون رو بیشتر میکنن و مناطق بیشتری را فتح میکنن. بخصوص که رومیان وقتی که دیدن داره قدرت میگیره این گروه اسلامی، لشکر تازه نفس میفرستادن. آنها یعنی خودشون را با لشکرهای تازه حمایت میکردن، اما باز مسلمان ها و عقبه از روش های جدید خودشون، خاص خودشون استفاده میکردن. جنگ رو به صحرا میکشوندن، مستقیم وارد میدان نمیشدن. جنگ های چریکی، جنگ به صحرا، مردانی بودن که توان سختی داشتن، توان تحمل مشکلات داشتن. آنها وقتی که وارد صحرا میشدن باعث میشد خود به خود یک شکست بخورن، زود شکست بخورن و در مقابل جنگی که به صحرا کشیده میشه ناتوان بشن و عقبه مرد میدان این جنگ ها بشه. شهرها، مناطق یکی یکی در حال فتح شدن بود تا این که عقبه به یک منطقه میرسه که از آن منطقه خوشش میاد، از اون منطقه خوشش میاد و تصمیم میگیره که در اونجا یک شهری، یک منطقه‌ای برای مسلمان ها بنا بکنه، یک پایگاهی، یک منطقه‌ای، یک شهری برای مسلمان ها بنا بکنه. چرا؟ چون اگر ما نگاه بکنیم منطقه شمال آفریقا، منطقه مغرب اسلامی خیلی دور از خلافت اسلامی، از شام و از مکه و مدینه فاصله زمانی زیادی داره و مسلمان ها هر وقتی که میخواستن مثلا برگردن باید دوباره برگردن به برخه یا به مصر، نیرو از اونجا بیاد. اما وقتی که منطقه درست بکنن خاص شهر مسلمان ها با خانواده، با همه ارتش ها اونجا زندگی بکنن، وقتی که جهاد انجام میدن، وقتی برمیگردن به اون منطقه برمیگردن. البته قبل از عقبه کسی دیگه این کار کرده بود. عمر ابن خطاب رضی الله عنه در کشور عراق، شهر بصره، شهر کوفه، اینها رو بنا کرد تا یک پایگاهی باشه برای لشکرها، اهل و خانواده خودشون اونجا برسونن و بتونن از اونجا اداره کارها بکنن، اداره نبرد بکنن، حرکت را به این طریق ادامه بدن. عقبه منطقه ای را که الان در کشور تونس هست گفتیم انتخاب میکنه برای بنای یک شهری که پایگاهی باشه برای مسلمان ها. نام این شهر را قیروان مینامه و اونجا را به عنوان مرکزی در برای مغرب اسلامی و برای اداره نبرد انتخاب میکنه و بنا میکنه. مسجدی بنا میکنه در اون شهر، معروف است به مسجد عقبه، و شجاعت و دلیری خود را ادامه میده و از اونجا لشکر را اداره میکنه، حرکت میکنه، جهاد را ادامه میده، شهرها و روستاها و مناطق زیادی را فتح میکنه و اون شهر باعث میشه پایگاهش باشه. وقتی برمیگردن به نزدیک برمیگردن، وقتی که طلب لشکر میگن لشکر میاد اونجا، لشکر عوض میشه، چیزهایی که برای روحیه گرفتن نبرد و ارتش لازمه در اونجا شروع میشه. و این از زیرکی و این از علم و آینده نگری عقبه بوده که خود به خود وقتی که مسلمان ها در اون منطقه شهر دارن چی میشه؟ دو حالت براشون وجود میاد. یک، جهاد ادامه تقویت میشه و دو، جایی میشه برای مبلغین دین، برای کسانی که میخوان اسلام رو بر کسانی که تحت تسلط و سیطره مسلمان ها واقع شده عرضه بکنن و این کار هم انجام داده میشه. یعنی شهر قیروان تبدیل میشه به جایی برای دعوت و برای حرکت و رساندن دین اسلام به اقوام و ملت‌های دیگه و بربرها به وسیله این خطه و این نقشه وارد دین اسلام میشن. یعنی وقتی که داعیان اسلام میرن به قبایل، مناطقی که فتح شده، اسلام رو برای آنها عرضه میکنن، این شهر باعث میشه این خیر را به مردم برسونه به وسیله رفتن این داعیان به این قبایلی که
قبایل بربری که اونجا زندگی میکردن و وارد اسلام بشن این مردم و راهی باشه برای رسیدن به دین اسلام به این مردم. اما خود عقبه نبرد خودش را گفتیم ادامه میده، مناطق را فتح میکنه، میرسه تا شمال آفریقا، تا مرزهای اون قسمتی که اسپانیاست و تا نهایت کشور قاره آفریقا در شمال، دریا یا اقیانوس اطلس. تا اقیانوس اطلس نیروها را میرسونه و معروفه که در کنار اقیانوس اطلس میسته و دعا میکنه که بارالها من توان خودم را به خرج دادم، یعنی این کاری که در توانم بود انجام دادم تا دریا رسیدم، الان دریا جلو منه و به الله قسم که اگر این دریا نبود در جلو من باز هم میرفتم و به مردمی که در پشت این دریاها زندگی میکنن اسلام را میرساندم، اسلام را به این مردم عرضه میکردم و نمیذاشتم کسی بماند که غیر از تو را عبادت بکنن. یعنی گفت خدا قسم من تلاش خودم را به کار بردم بر الله، اگر این دریا نبود که مانع بشه من میرفتم ادامه میدادم، جهاد میکردم در راهت تا این که کسی که در پشت این دریا هستند کسی غیر از تو را عبادت نکنن. عقبه دوباره برمیگرده به شهر قیروان و بعد از مدت دوباره به جهاد ادامه میده و در جهاد به شهادت میرسه توسط یکی از سران بربرها به اسم کسیله که در سال 63 هجری بعد از سالها جهاد، بعد از مدتها جانفشانی طعم شهادت را میچشه و به اون چیزی که آرزوش بوده میرسه. بعد از این که توانسته بود شهرها، ملتها و انسانهای زیادی رو به اسلام وارد بکنه. اما تاریخ قیروان شاید برای ما فارسی زبانها این نکته که اشاره بکنم جالب باشه. کلمه قیروان به نظر شما از چی گرفته شده بوده؟ شهری که عقبه گفتیم بنا کرد. قیروان از کلمه فارسی به نام کاروان، به اسم کاروان یا کاروانسرا گرفته شده. کاروانسرا برای ما مشخصه، در مسیر راهها، در حرکت تجار، قوافل در بین شهرها یک کاروانسرایی درست میکردن، اونجا قافله ها استراحت میکرد و دوباره به مسیر خود ادامه دادن. اونجا را که عقبه به عنوان شهر انتخاب میکنه اسمشو میذاره قیروان، از کلمه کاروان گرفته شده، ولی عربیش یعنی به صورت عربی گفتن قیروان و معنی چی بوده؟ اردوگاه، استراحتگاه و محل ارتش. یعنی این اصطلاح از کاروان سرا گرفته شده بود و برای اینکه محل ارتش، استراحتگاه ارتش بود انتخاب کردن و گفتیم شهر را به صورت اسلامی بنا میکنن، در آن مسجد و جای ارتش و داعیان اسلام و دعا میکنه برای این شهر عقبه که بار خدایا اونجا را به وسیله کسانی که از تو اطاعت میکنند آباد بگردان، به وسیله بندگان عبادتکارت آباد بگردان و آن را یک جایی برای عزت دینت قرار بده، برای علما، برای حفاظ، برای عزت دینت قرار بده و اسلام را در اونجا عزیز قرار بده. این شهر گفتیم در تونس بود و در مسجد عقبه معروفه که در زمان زین العابدین بن علی رئیس جمهور یا پادشاه تونس که فرار کرد، این مسجد حتی در این کشور کلا حجاب ممنوع بود و حتی در این مسجد بی حجاب میرفت. اما این مسجد، این آثار و این شهر بقا پیدا کرد، ماند و کسانی مثل بن علی رفتن، اثری از آنها نیست، اما این مساجد و این تمدن اسلامی و این آثار از آنها هنوز پابرجاست و واقعا این شخص اگر نگاه بکنیم از خود یک باقیات صالحاتی، یک خیرات و اثری بر جا گذاشته که تا الان اون رو مشاهده میکنیم و میبینیم. در اینجا به پایان این برنامه رسیدیم. تا یک برنامه دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.